السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از روزها حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سفر میکردن. یکی از خرهایی داشتند که وقتی که اونها خسته میشیدن از شتر سوار شدن در سفرهاشون، یا که مثلا خسته میشدن از شتر بگیم سواری کردن، اون خرشون رو بگیم سوار میشدن و مثلا در اون براحت میرفتن. یکی از روزها همین خیلی دره میرفت که یک مرد اعرابی رو دید. گفت فلانی پسر فلانی هستی؟ گفت بله. پس از همون خری که بگیم در او حضرت عبدالله بن عمر سوار شده بگیم استراحت میکرد یکم سفراش ده، همون خر بگیم که از بالاش فرامده و اون مردی که اعرابی در اون داد. گفت که سوار شد. گفت این خر رو گفت و سلاش رو هوی کرده، اونا بگیم که در همون با سلاش هم داد، خرش هم داد، سلاش هم داد. گفت که اشدد بها رأسک، به این سرت رو ببند. گفت یعنی که سلا رو بکن در سرت. گفت پس بعضی از اصحاب حضرت عبدالله بن عمر گفتن که غفر الله لك اعطیت هذا الاعرابی حمارا. گفت مثلا که این اعرابی رو گفت، صحرایی رو گفت خرد رو دادی که کنت تروح علیه، در اون بگیم استراحت میکردی که این طرف میرفتی او طرف میرفتی، وقتی که از شتر خسته میشتی شتر آسته میرود و مثلا که جنبیده میرود و همین خیل این بسیار خرید خوب بود مثلا. و این سلات رو دادی، گفتی مثلا که به او سلایی که تو سرت میبستی خودت اون گفت دادی، گفتی سرت ببند. پس حضرت عبدالله بن عمر گفت که من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که خوبترین خوبی ها همون است که پیوست کند با دوستان پدرش. وقتی پدرش از دنیا میگذرد اون با دوستان پدرش خوبی کند، این حتی در نزد الله یک اخلاق و یک ثواب بزرگی دارد. به همون خاطر گفت این دوستی پدری من بود. گفت حضرت عمر ابن خطاب بود. گفت من همین خرم رام و سلام را چی به این هدیه دادم به خاطر حرمت احترام پدرم که پدر این بگیم دوستی پدری من بود. گفته یعنی که پدر از دنیا که گذشت با دوستان اون دوستی کردن چه است؟ از سنت است، از شریعت است. اینم یکی از ثواب‌های بزرگی دارد. یک مردی از بنی سلمه نیز گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیا اگم باقی مانده است از پدرم بگیم از پدر مادرش از دنیا گذشته بوده است؟ گفته است که اگم خوبی مانده است که در حق همونها اگم خوبی کنه مثلا، یا که دعا کنه، میگه چی کنه برای همونها؟ نبی صلی الله علیه و گفت که بله. گفت بهترین خوبی برای همونها بعد مردن اونها چی است؟ گفت الصلاة علیهما، دعا کردن، طلب مغفرت کردن برای همونها. چقدر آیات قرآن است که و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و بگوید که پروردگار رحم کن آنها را، پدر مادری مرا که چقدر که من خردسال بودم مرا تربیت کردن، و استغفار لهما، طلب مغفرت کن. و دیگر که هست انفاذ عهدهما، تو چی نصیحت چی وصیت کرده است بعد آنها بجا بیار. وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، یعنی که و سیل رحمی کن، پیوست کن با همون هایی که آن بگیم پیوست نمیشد مگر به طریق همنا. و اکرام صدیقهما، و اکرام کردنی آشناهای آنها، جوراهای آنها را اکرام که حتی این خوبی در حق پدر مادر خودت هست و یک اکرام هست. با دوستان آنها اکرام کردی، خوبی کردی، همچنین با پدر خودت و مادر خودت اکرام کردستی و خوبی کردستی. حتی نبی صلی الله علیه و سلم با بگیم که دوگانه های خدیجه مادرمون نکی میکردن، چون که حضرت خدیجه مادرمون که دوست می‌داشتن، با دوگانه های اونها خوب و خیری میکردن. هر چیزی که چاروایی که میکشتن حتما خانه اونها گوشت یا که یکم خدمت یا که یکم اکرامی میفرستن، تا اینکه همون که دوست می‌داشتن با دوستای اونها رو چه میکنن خوبی رسیدن میگیره. گفته این از سنت چی است؟ نبوی است. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.